فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول لك المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا واهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. دایات قبلی الله تبارک و تعالی بعد از یادآوری بیعت صحابه کرام با پیغمبر علیه الصلاة و السلام که یکی از مقام معظم یا ممتاز امی صحابه کرام الله یاد کرد که در حقیقت با دست الله تبارک و تعالی بالای دست از اینهاست. مراد از این آیت متشابه است، یعنی امور رقم که لایق شان الله تبارک و تعالی است و بعض مفسرین مراد از این قدرت و نعمت گرفته، لیکن ضرور نیست، چرا که منظور در اینجا صفت الله تبارک و تعالی خو، لیکن تشبیه کرده نمیتونیم با مخلوق، بلکه امور رقم که لایق شان الله تبارک و تعالی است. یک تعداد از مردمایی که نعوذ بالله عقیده غلط داره و از آیات متشابهات همیشه پشت زیغ و کجروی میگردن، او را چی میکنه؟ تحریف میکنن. اینجا مراد گرفته که مراد از ید رسول ید الله به خاطری است که نعوذ بالله الله حلول کرده، یعنی پایین شده در وجود پیغمبر علیه الصلاة و السلام، از او خاطر تعبیر از ید پیغمبر به ید الله میکنه. دو مفسر بزرگ، یکی خطیب شربینی دیگه بقاعی رحمت الله علیهما، سری ایتور مردمان سخت رد کرده و همچنان خنده کرده و لعنت گفته که سری ایتور مردمان لعنت باشه که تحریف آیات قرآن میکنه. مردمای گمراه، گروه ها و طایفه های گمراه همیشه از او آیات هایی که یک نوع امو بدعت و گمراهیشان ثابت میشه، از امو خاطر فرقه های باطل از آیات متشابهات همیشه دستاندازی کرده، میخواه بدعت و امر غلط خود از آیات قرآن استدلال بکنه. یکی از جمله موضوعاتی که خیلی مهم است و اکثر مردمان در او گرفتار هستند مسئله حلول است. مسئله حلول عین از زمان یهود به این طرف از نصارا شروع شده و امروز در بین مسلمان هم همینطور شی پخته داره. حلول ای را میگه که نعوذ بالله یک شی در شی دیگه طور منحل بسازی که وجودی از او گم شوه، مثل که ما و شما بوره را منحل میسازیم در بین چای که اصلی وجودی بوره گم میشه و چای شیرین میشه. همینطور عقیده ها را عین از زمان یهود و نصارا وجود داشته. نصارا هم عین نمی عقیده را داشتن که عیسی علیه السلام عین الله است. او را به خاطر ازی میگفتن وقتی آثار غریب و ناشنا را از دست عیسی علیه السلام دیدن که صادر میشه، مرده زنده شد و آدم کور بینا شد، میگفتن الله حلول کرده در وجود عیسی علیه السلام، نعوذ بالله. پس عیسی علیه السلام عین الله است. و این مفکوره کم کم بعد از پیدا شدن بعض فرقه ها در بین مسلمان ها کم کم سرایت کرد در بین مسلمان ها. علمای بزرگ در این خطا شده. ابن عربی که دو نفر است، یک نفرش بسیار آدم عالم برجسته است، متبع سنت رسول الله است، لیکن یکی ابن عربی است که او حلولی است. حلولی ایمانا که او قائل به است که در دنیا هیچ وجود غیر از الله وجود دیگه چیزی نیست. از همون خاطر میگفت که ما فی جبتی الا الله، در بین چپن ما نیست غیر از الله تبارک و تعالی. و همین نظریه را یک تعداد مردم تا آلی را آبیاری کرده و ای را رونق میده و مردم برش معتقد است، در حالی که سری نظریه کتابای قوی نوشته شده و علمای بزرگ فتوای کفر از او را داده. اگرچه بر ما هیچ ضرور نیست که ما در مورد علمای پیشین بپیچیم، خب مردم بود، خراب مردم بود، هر چی کرده به نتایج اعمالشان رسیده، یعنی هر عملی که انجام داده. تنها منظور و اصل مقصد واضح کردن این نظریات است. اگر امروز هم کسی پیدا میشه همچو عقیده را داشته باشه با جز از فتوای کفر دیگر را نداره، حتما کافر است، چرا که الله تبارک و تعالی رب است دیگه، کل مخلوقات عالمین است. رب العالمین عالمین شده نمیتونه، مضاف و مضاف الیه یک چیز شدن نمیتونه. از همون خاطر اینجا رب العالمین الله تبارک و تعالی است که او مباین و جداست از مخلوق. مخلوق الله پیدا کرده حادث است، الله قدیم است. از او خاطر
حلول یا متحد شدن یک جسم با جسم دیگه این عقیده کفری است. این عقیده است که از فلسفه یونان نقل شده و بعد از او در بین نصرانیت خب ریشه گرفته. پس از او یک تعداد مردمایی که معلوماتی کمتر از قرآن و حدیث داره، این مردم دی گرفتار شده که با تاسف امروز هم بعضی مردما در همچو عقیده مبتلا است و این عقیده حلول میگه که در اینجا از این آیت هم دلیل میگیره، میگه ید الله فوق ایدیهم، ید الله تبارک و تعالی بالای دستای ازیاست دیگه. این از اینی دلیل میگیره، میگه به خاطری که اینجا الله حلول کرده در وجود پیغمبر، نعوذ بالله از دست پیغمبر تعبیر به دست الله کرد. این نظریه حتی تا این اندازه را در امت اسلامی شایع شده که حتی بعضی حلول الله را در امامای خود قائل هستند. از یک امام در دیگه امام همینطور نقل شده تا که آخری امام میگه نعوذ بالله وجود الله در او حلول میکنه. این عقیده کفری است، قرآن سر ازی رد میکنه. هیچ وقت یک دلیل نیست، به هزارها دلیل در این مورد است. از همون خاطر است که قرآن کریم نصارا را کافر میگه. بله در این آیت ها الله تبارک و تعالی منزلت و مقام صحابه را بیان کرد. خب بعد از او این گپ هم اشاره کرد که اصل استوار باقی ماندن سری کدام تعهد و پیمانی که بسته شده این خیلی اهمیت بسزای داره. اما مردمایی که با پیغمبر علیه السلام پیمان کردن امو طور استوار باقی بمانه. آلی این کلش به منفعت خود صحابه است. الله که کدام پیمان صلح را داده و این قسم حالت در پیش میاره، این کلش منفعت مسلمان است. اگرچه در ظاهر حال مسلمان ها منفعت خود ندانه، لیکن الله در این نتایج ثمر بخش نهفته و خود به خود در پیش روی ازیا میاره. یکی از جمله نتایج اینمی بود که الله تبارک و تعالی خوشنودی و رضامندی خود از صحابه اعلان میکنه که پشت سر در آیت میاره. در این آیت سیقول لك المخلفون من الاعراب، یکی از ثمرات حدیبیه اینمیسته. زمانی که پیغمبر اراده ادای عمره را کرد، مردمای منافق صفت یا کسانی که در دوردست زندگی کرده بودند از مزایا و مطالب اسلام آگاهی کامل نداشتند و فکر کردند که مسلمان ها با این تعدادشان در مرکز و کانون دشمن خود میره. او دشمنی که تا دین روز حمله میکرد سری پیغمبر علیه السلام، حتی در مدینه خصوصا جنگ احزاب هم قبلا تیر شده او کل گروه های کفر سری مدینه حمله آور شده بودند. از همون خاطر کسایی که حقانیت دین درک کردن نمیتونه و نمیفهمه که قدرت در حقیقت پیش الله تبارک و تعالی است، همیشه نظرشان سری امور ظاهری میباشه، قوت و قدرت ظاهری واره فریب میده. از همون خاطر مردم فکر میکرد که مسلمان ها رفته برای ادای عمره در حقیقت در کام دشمن خود میرسانه، بدون از اینکه واسری از یا حمله بکنه یا میره در سرزمینشان که مفت یا گرفتار شوه و کلشان دیگر نخواد سلامت بیاید. از همون خاطر این پندار یا این تصور امی منافقین بود. همیشه قدرت الله تبارک و تعالی است. در یک میدان جنگ، در یک منطقه افکار یا تصورات مردم متنوع می باشه. شما میبینید در مورد قضیه در دادن قرآن کریم افکار متضاد در وطن وجود داره، کسی یک طرف کش میکنه، کسی دیگه طرف کش میکنه، اما همیشه الله تبارک و تعالی طایفه ها را دو قسم متقابل قرار میده. یکی همون مردم است که وا درک واقعی داره و میفهمه، او کسایی که ایمان در قلبشان آمده درک ده که ایمان قوتی بسزای داره، قدرت اصلا پیش الله است، سری مادیات و سری مسائل ظاهری و لشکر ظاهری فریب نمیخوره. از همون خاطر مؤمنا به تمام قوت و با ایمان خود آغاز سفر کردن، اما منافقین عذر تراشی و بهانه ها را شروع کردن. قرآن اینجا از اینمی عذر تراشی و بهانه های منافقین برای ما یاد میکنه. البته این درس عظیم برای مسلمان است که در همچون موارد انسان باید امور رقم که دستوری پیغمبر است امور انجام بده. اینجا فکر خود در مقابل پیغمبر، در مقابل امر پیغمبر در کار نپرته و اینطور فکر نکنه که پیغمبر چیزی را برای ما میگه این خلاف مصلحت و منفعت ما است. منافقین همچون افکار و تصورات داشت، لیکن در اینجا درسای عظیم دیگه هم است. او درسای عظیم دیگه است که انسان گناه خود توجیه نکنه. گناه را اگر توجیه نکردی آینده امور گناه دانسته شاید پشیمان شوی، رجوع بکنی و از امور جرم بدانی، الله تبارک و تعالی بخشش کنه. لیکن گناه را اگر توجیه کردی همیشه توجیهات ابلیس لعین برات پیش میکنه، باز از او گناه چی نمیکنی؟
توبم نمیکنی. این بسیار خطرناک است. خطرناکترین کار اینمیست که گناه را توجیه کنه. چرا؟ گناه را که توجیه کردی راه اصلاح برای دیگران میبندی. چرا؟ او را اینطور وجه بیان میکنی که آدم دیگه هم فکر میکنه که بله تو امری درست انجام دادی. از امو خاطر او در تلاش و پی حق جویی نمیشه. میگه بله اینمی گپ حق است. یکی. دوم اصلی واقعیت دیگرگون میشه. مردم باز اصلی واقعیت درک کردن نمیتونه. بسیار مثالای خیلی قوی فعلا ما و شما در این موارد داریم. الله رحم بکنه. با تاسف که علمای بزرگ ما در امچو توجیهات مبتلا شده و امچو توجیهات عذرا را یا پیش میکنه. خب با تاسف که حقیقت دین یا دیگرگون کرده. آن چیزی که توحید است یا را نعوذ بالله دیگر رقم یا وانمود کرده به مردم که توحید به این سیستم نیست. سنت رسول الله را توجیه کردن. امروز تمام بدعت ها در مساجد انجام داده میشه، در عبادات انجام داده میشه، سند و دلیلی هم نداره، اما برای از او توجیه ذکر میکنه. از امو خاطر است که راه جنجالی را برای دعوتگران حق پیدا کرده همچو علما. شما خوب درک بکنید که اینجا قرآن از چی بحث میکنه و چی مطالبی را پیش میکنه. امروز در مساجد بعد از نماز به هیئت اجتماعی دعا میشه و به مردم امی گپا میزنه، توجیه میکنه که پیغمبر نکده خود دعا کاری خوب است ما میکنیم، پیغمبر ضرورت نداشت ما ضرورت داریم. دیگه توجیه میکنن نه صحابه خو بیا از همه چیزشان پوره بود، دعا را یاد داشت. خو اینجا عوام است که دعا را یاد نداره، ما با این خاطر دعاها میکنیم. این را میگه توجیهات گناه را توجیه کردن. صحیح است که میلاد پیغمبر نکرده، خب ما مردم خیلی دور زندگی از اسلام میکنه بان که یک کمی از سیرت پیغمبر بهره‌مند شود. این را میگه توجیه گناه. همیشه همینطور است و این خطرناکترین را برای از بین بردن اسلام این همیست. چرا که مردم این را حق میدانه، حق میپنداره و هر کسی که مخالفت از این را میکنه در مقابلش قیام میکنه. امروز مسیر راه دعوت ما را اینمی گپا گرفته. چرا علمای سابقی که برای خود توجیه کردن گناه های خود نگفتن لااقل امی قدرم اعتراف کنه، به مردم واضح بسازه که ای مردم اینی کار که من میکنم این بدعت است. خب من از ترس شما میکنم وگرنه حقیقت نداره. سبا روز اگر دعوتگر حق امی موضوع را بیان کنه، امو آدم عامی بالکل درک میکنه که بله امیر عالم دیگه هم برای ما گفته بود. لیکن وقتی توجیه را برش ذکر کرده باشه، باز نفری عوام در مقابل تو قیام میکنه، از خود دفاع میکنه که گپ درست است. امروز کل بدعت ها را اینمی تو توجیهات امی علما برش میکنه. او توجیه بدترین و خطرناکترین دسیسه برای منع کردن دعوت حق است که دعوت حق منع میکنه و اصلی واقعیت دیگرگون میکنه. آن چیزی که واقعیت شریعت است دیگرگون است. امروز شما ببینید با می ملاهایتان قسم بده، بگو او ملاها شما را به الله قسم پیغمبر سنت در خانه خوانده یا در مسجد؟ شاید در طول عمر خود یک یا دو سه دفعه در مسجد سنت خوانده باشه، خور ما قدر قرائت دراز کرده که صحابه در مسجد باقی نمانده، کل گرفته. چطور شده میتونه حقیقت و واقعیت شما امروز تغییر داده؟ مردم مکمل سنت در مسجد میخوانه، در خانه قطعا رواج نیست. حقیقت تبدیل شد یا نشد؟ چرا؟ به خاطری که مردمی فکر میکنه که دعا قطعی ملا صاحب یک جای بکنیم. حقیقت دیگرگون شدن اینمی را میگه. شما یاد داشته باشه قرآن که وقتی از منافقین یاد میکنه امو گپای از یارا بر ما پیش میکنه، با می خاطر پیش میکنه که منافقین خود گناه کردن لیکن گناه خود گناه نمیشماره، او را توجیه میدن، برای از او عذر پیش میکنه. از امو خاطر است که چی است؟ عذر گناه بدتر از چی است؟ از گناه است. هم گناه کردی هم دیگه توجیه برش میکنی و این مرحله های خیلی گوناگون داره. این توجیهات گناه یکی از جمله راههایی است که بالکل از حق طلبی آدم منع میکنه. مشرکین هم میگفتند، میگه ما به خاطر شرک میکنیم که پدرای ما کرده، رسم پدرای خودم ماندنی نیستیم. این توجیه گناه بود. شرک یعنی چی؟ بت پرستی، با بت تعظیم کردن، سجده کردن عقل انسانی اج نمیپذیره، لیکن گفت رسم نیاکانی ماست. امروز بدبختترین کاری که در افغانستان رواج است مسئله نوروز است. به اندازه ای را تقویت بخشیدن که نخواد امو زردشتیای ایران در زمان سابق امی قدر ای را رونق میدادن، امروز مسلمان ها داده، برای از او باز توجیه میکنن. ملاها، دکترها، این مردمایی که تلویزیون هاست یا توجیه برش میکنن از حیثیت ازی که این روزی زردشتی و روزی ایدی
مجوس نگیریم پروا نداره. اگر ایرا چی بکنیم؟ تجلیل کنیم، میوه بخریم، با چیستا با عروس خود چی ببریم، کالا ببریم، در کوه ها بریم، سبزه لغت کنیم، تا مزار بریم، ما خود چکر بریم، ماهی بخریم. این کلش در اسلام غلط و نادرست است. لیکن این مردم توجیه میکنه. مردم در گناه مبتلا کردن توسط گپا میشه. توجیه نمیکردن. امی منافقین توجیه نمیکردن که ما را در جنگ نبره. زنای رومیا بسیار قشنگ است، باز ما در فتنه واقع میشیم. این توجیهات گناه میگه. امی مردم بود دیگه توجیه نمیکردن. شیطان توجیه نکرد، سجده را برای امر الله تبارک و تعالی نکرد. میگه آدم علیه السلام از خاک پیدا شده. این توجیه گناه خدا میکنه. الله تبارک و تعالی اینجا یاد منافقین میکنه و اصل امو صفت مذموم منافقین بر ما پیش میکنه. سیقول لك المخلفون زود است وقتی که تو پس از سفری اینمی صلح حدیبیه فارغ میشی میری طرف مدینه منوره. این آیت های صورت هم در اونجا نازل شدنه بعد از صلح حدیبیه. زود است که بگویه لکه برای توی پیغمبر علیه السلام المخلفون، امو کسایی که باز مانده شده، مخلف کسایی که پشت سر گذاشته شده. اشاره به این میکنه مخلفون میگه و اینطور بعد از هم ضمیر ذکر نمیکنه. هر جای مخلفون میگه. اشاره به این میکنه که دو طایفه بود. یک طایفه پیشتاز بودن، که چی پیشروی میکردن طرف میدان جهاد، طرف اطاعت امر پیغمبر میگفت و پیش دستی میکرد. یا کسانی بود که پس کرده شده بود. از همین لفظش هم معلوم میشه که مردمایی بود عقب مانده، این مردمایی بود که محروم شده بود از همه امتیازات. واقعا همونطور است. زود است که بگه برای تو مخلفون، پس بازماندگان، کسانی که پس گذاشته شدن، من الاعراب از بادیه نشینان عرب، و آنهایی که در دیهات هستن، علم و قدر زیاد نداره، معلومات کافی در مورد پیشرفت و ترقی اسلام نداره. شغلتنا اموالنا، چه عذر پیش میکردن؟ ما را مشغول ساختن اموالنا، مالای ما، و اهلنا، اهل مال ما دامنگیری ما شده. چرا؟ مالای ما پراگنده است، تیت است. اگر ما در عمره بریم یا همینطور در دشت و صحرا باقی میمانه، کلش ضایع میشه. اهل ما برش نان نفقه یا را تیار نکردیم. این عذر اینمی منافقین بود. ولی با تاسف امروز یک تعداد مسلمانایی که خود خواب مسلمان پیشتاز میگیره، عذر نرفتن جهاد خدا چی اعلان میکنه؟ بگه عذر نرفتن جهاد خدا میگه اولاد و مال چطور کنیم؟ این صحابه اولاد و مال نداشتن چی؟ این را به خاطر میگم که یکی از جمله در زمان جهاد یک نفر، یکی از دوستا برام قصه کرد که ما پیش یک خوب عالم رفتیم در زمان جهاد. برش گفتیم که بریم در جهاد. گفت که اینان نفقه اولاد خدا چطور کنیم؟ اینان نفقه عالم هم بود. امروز هم همونطور مردم پیدا میشه، همیشه اینمیطور عذرا را بری خود پیش میکنه، با این خاطر که خدا بری خود توجیه میکنه نعوذ بالله که اینی وجه برم است. فاستغفر لنا، بازم چی میکنه؟ بر ما بخشش طلب کو از اینکه ما نرفتیم، قطع یک جان نشدیم. امی بازماندگی ما. خو منافقین بودن امی قدر میفهمیدن که ما خو بگه یک کمی مخالفت کردیم، از پیغمبر طلب دعا میکنه. یقولون بالسنتهم، میگفتن به زبانای خود، میگویند به زبانای خود، ما آن چیزی را لیس فی قلوبهم که در دلشان نیست. این از همونطور خودنمایی و ریایی میگه که خود این قدر مقصر و گناهکار میدانه که هیچ پرسان نکنه. این از تو طلبی چی میکنه؟ استغفار و دعا میکنه، حالان که این نرفتن خدا یا گناه و عذر نمیدانستن. این را چالاکی و تاکتیک میدانستن، هوشیاری میدانستن. منافقین همیشه همینطور است. قل بگوی پیغمبر علیه السلام، فمن یملک لکم من الله شیئا، کس نه اختیار داشته باشه برایتان از جانب الله شیئا یک چیزی را، این اراده بکم، اگر اراده کنه الله بالای شما ضرر ضرر رساندن، او اراده بکم نفع، یا اراده کنه الله برای شما نفع را. بله اصلی گپ اینجاست. شما عجیب گپ است، شما در مورد الله تبارک و تعالی علمتان پخته نشده، ایمانتان پخته نشده، در مورد مؤمنان شما معلوماتی کافی نداره که پشت سر بر ما میگه. گمانه غلط کرده رایسته. چرا؟ اگر الله بخواه تو را مصیبت برسانه در پالوی زنیت و در پالوی اولادیت، در خانگکیت، در مرکز امنت، الله برات مصیبت هم رسانده میتونه، تکلیف هم رسانده میتونه.
مصیبت و تکلیف دور رسانده میتونه الله تبارک و تعالی. امونجا در مرکز و میدان جهاد، حتی در مرکز کفار هم اگر بری، الله تبارک و تعالی میتونه تو را حفظ بکنه. خود تو از قدرت الله آگاهی نداری، همه را در نظر چی میبینی؟ ظاهری خود نظر میکنی، میگی این قدر وسایل قطعی از یاست، که قطعی از یا مقابله شده میتونه. در طول تاریخ منافقین امیتور عقیده داره و همیشه حراس میداشته باشه از وضعیت ظاهری دشمن. نمیگه که اصل اسباب تاثیرگذار نیست. همه انقلابات یا تغییراتی که در جهان رونما میشه به فرمان و حکم کیست؟ الله تبارک و تعالی است. از همون خاطر است که همیشه بزدل خودت خطا دادن، شانه خالی کردن از اوامر و اطاعت، با این خاطر که ما هوشیار هستیم خود نجات میدیم، لیکن در حقیقت تیشه را در پای خود زده. او امتیازاتی که الله به این طور گروه ها و به این طور سفرها نصیبی کسی میکنه، او نصیبی از یا نمیشه. این بسیار کلان بدبختی است، کلان خساره است. قرآن کریم بر ما میگه بل کان الله بما تعملون خبیرا، بلکه الله تبارک و تعالی با آن چیزی که شما انجام میده خب خبردار است. یعنی این عذر و بهانه ها واقعیت نداره، این عذرایی که شما پیش میکنی واقعیت نداره، بلکه این خلافی عزیزتر شما دیگه مقصد داره. و اینمی عذرام مانع مجازات دادن نمیشه. اگر شما میگی که الله بر ما مجازات ندن، نه الله اصل حقیقتی کار میدانه و برای شما مجازات میده. بل ظننتم، بلکه شما گمان کردی الله ینقلب الرسول، اصل گپ اینمیسته. اصل گپ عامل اصلی در نشرکت کردن در سفر به امرای پیغمبر علیه الصلاة و السلام اینمی بدگمانی بالای الله و بدگمانی بالای رسول، بدگمانی بالای مؤمن است. عذر مزر نیست که شما بیان میکنه. اصل عامل اینمی گپ است. او کدام است؟ که گمان، یعنی شما به فکر نادرست خود که اندیشه نداره، عقل سلیم نداره، سری الله تبارک و تعالی و پیغمبر و مؤمنا گمان غلط داره. یا خمی گفتن که عجیب این مسلمان ها را بی اسلحه هم قطشان یک شمشیر که برای حفاظت سفر است، اون جمعه را در مرکز کفار. بس دیگه معلوم شد که مردم ها فقط اینی نقطه آخری عمرشان است، مکمل دیگه ختم میشه. قطعی طور مردم شریک شدن خود به دسته در مرگ انداختن است. خدا خطا بده این مردم دیگه نخواد پس روی مدینه را دیده بتانه. چرا؟ دشمنای از یاد تا دین روز سری از یاد در ایجا حمله کرده، یا در مدینه روز نداشتن از این دشمن، حالی یا میره اونجا عمره را ادا میکنه. قرآن نوره میگه بل ظننتم، شما گمان کردی الله ینقلب الرسول، که باز نمیگرده، باز نخواهد گشت پیغمبر، والمؤمنون مؤمنا الی اهلیهم، بسوی آل و اولادشان ابدا به هیچ وجه کلگی ختم میشه. و زین ذالک، مزین کرده شده اینمی امر فی قلوبکم، در دلایتان. بله مردمای بزدل، حال بزدلا و مردمای ضعیف الایمان همین طور است. او تصوراتی که داره او را در دل خود می پرورانه، با زور شیطان خود برش مزین می سازه، او را واقعیت فکر میکنه حالان که واقعیت نیست. یقینا که همون طور است، بزدلا همین طور است، ضعیف الایمان همین طور است. اما پندارهای خود واقعیت میشماره حالان که واقعیت نمی داشته باشه. امروز همون طور بود. زمانی که روسا حمله کرد، اما تعدادی که کمونستا بود با دین تعلق نداشتن، میگفت این دیوانه ها را سعی کده سری که قط یک چرایو مشکوش خود بالا شده مقابله با توپ و تیاره داره. بسیار یا بسیار دیوانه است، بسیار محمق است، بسیار بیعقل هستن میگفتن. علت چی بود؟ علت دیگه چیز نبود. کدام ترس، کدام ضعف ایمانی که در قلبشان بود، اونمو رعب ظاهری امو لشکر روسیه سر از یا چی کرده بود؟ تاثیر انداخته بود و فکر میکردن که بس هیچ مقاومتی در برابر از یا استادگی کردن نمیتونه. خب خبر نبودن که مؤمن ایمان داره، مؤمن قوی القلب است، مؤمن اراده و تصمیم قاطع داره. او میگه یا مرگ و یا شهادت، اردوش پیروزی است و ما در مقابل از این میرزمم می جنگم. این نقطه ها را این دشمنی واقعی ما فی الحال هم امیر درک کرده. اینمی دشمنا درک میکنه که مسلمانا با هیچ وجه شکست نمیخوره. چرا؟ کدام نیرویی که قطعی از یاست قطعی کفار وجود نداره، از امو خاطر هستن بهانه ها را جور میکنه. بله از اول سیاست میکنه، اگر دمو سیاست چیزی را پراند اگر نشد باز دیگه نمیتونه. امروز دنیای غرب هم درک کرده که اوه ما چرا خدا در جنجال انداختیم. واقعا افغانستان
قبرستان روسا بود، انشالله قبرستان غربی هم جور میشه اینجا، همینطور جور میشه. چرا یا حالی درک میکنه که با کدام سیستم حالی خود خطا بدیم، از چنگ خلاص نمیشه. چطور بکنن که حالی فرار بکنه؟ قرآن کریم همینطور مردما را حالاتش بیان میکنه. وای بر حال همینطور مردمای بزدل و همینطور مردمای ضعیف الایمان که عالم مرعوب از اینمی ساز و برگ غرب شده، از اینمی دموکراسی شده، حقیقت ایمان در قلبش وجود نداره، همیشه در حراس است، همیشه در لرزان است. اینطور نکو. و ظننتم ظن سوء، شما گمانا کرده گمانای بد، گمان زشت کرده بالای الله، بالای مومنا، بالای دین اسلام، بالای ترقی دین اسلام. و کنتم قوما بورا، سرانجامتان قومی برباد و هلاکت شونده شده، گشتید شما قومی هلاکت شونده. چرا؟ افتخارات بزرگی که در این سفر نصیب صحابه کرام میشه که الله اعلان میکنه لقد رضی الله عن المؤمنین. و افتخار نصیب شما وار بزدلان نمیشه، شما وار مردم حقیر نمیشه. یکی. دوم، بعد از او حالات شما را الله فاش میکنه، آیات روان میکنه که اصل حقیقت اینی گپ است، در دنیا هم رسوا شدن. او عذاب آخرت خدا پیش رو هست، عذاب آخرت. امو کمونستا امو تور شدن یا نشدن؟ افتخارات جهات خو از دست دادن، از ایمان خو از دست دادن. آخرش بگه جنرالای بزرگ شلغم فروش در سر کراچی شدن. امو تور شد یا نشد؟ امو تور شد. عذاب الله باز در میریشان است، حالی را کجاست؟ الله یار عذاب میده. خو سرنوشت امو مردمی که استقبال از دموکراسی لعنتی میکنه، عینن هو به هو اینمیسته. خب باید بدانن که به این ناز نکنن، به این فریب نخورن که این قدرت هاست و دلار روان است و ما اینطور میکنیم. نه، آخر افغانستی دمی افغانستان باقی میمانی. خب لیکن بکو امی قدر که سبا بالا سعی کده بتانی، با می مردم خود بالا سعی کده بتانی. این تو نباشه که پر از جنایت باشه، بالا سعی کده به مردم خود نتانی. این بسیار مهم گپ است، این را باید یاد داشته باشیم. این واقعات و داستانها را که قرآن ذکر میکنه تنها برای وقت نیست. قرآن کتاب قدیم است، تمام مطالبش لایزال است، همیشه است تا روز قیامت. این درسای عظیم است برای ما که ما باید درس بگیریم. در همچون میدان کدام راه را انتخاب کنه انسان، راه عزت یا راه نعوذ بالله بغیرتی و بزدلی را. قرآن کریم از او خاطری که پاره برای ما یاد میکنه. و من لم یؤمن بالله، کسی که عقیده نداره، بله اصلی سرچشمه تمامی بدبختی های نمیسته که ایمان نداره. و من لم یؤمن بالله، کسی که عقیده به الله نداره و رسولی و پیغمبر نداره، احترام و مقام پیغمبر هم نمیشناسه، اینمی طور مردم های گپاره میزنه. فإنا اعتدنا للکافرین، یقینا ما آماده کردیم برای کفار سعیر، آتش سوزانه. در دنیا خام الله یار رسوا میکنه، خو اون جنبرش عذاب سوزان وجود داره. این کل گپا از عدم ایمان نشأت میکنه که به الله و رسول ایمان نداره. چرا؟ الله را نشناخته بود و مقام و منزلت پیغمبرم نشناخته بودن، از او خاطر در تصوری غلط رفتن. ولله ملک السماوات والارض، او خبر نداره که خاص ده اختیار الله است. ملک السماوات، پادشاهی آسمان ها، و الارض، از زمین، همه ده اختیار الله است. ده یک لحظه میگیره طوفان پیدا میکنه، بر قدرت های بزرگ قطع خاک یکسان میشه. الله میتونه، بالکل میتونه. امروز هم میتونه الله که کشتی های از یار در بحر غرق کنه. لیکن مورد امتحان موت قرار گرفتیم که موت کدام را انتخاب میکنیم. مرعوب بشیم زیر تاثیر امی قدرت های ظاهری میایم، یعنی که ایمان ما پخته است، میدانیم که الله بر ما عزت داده. یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء. قرآن کریم اشاره میکنه این تهدیدات و این تخویفات برای از این است که انتقام الله بگیره، برای از است که مردم یک کمی بترسن، مردم به هوش خود بیاید. از همون خاطر الله میگه دروازه توبه به همچون مردم ها باز است. قرآن که هر قدر بیانات میکنه به این خاطر میکنه که شما بیدار شوی و نشود در این راه باز داخل شوی. از همون خاطر اگر کسی خطا شده، اشتباه کرده، خصوصا اون مردمایی که اینطور عملشان ناشی از نادانیشان باشه، ناآگاهیشان باشه و زودی که دور میخوره و حقانیت میپذیره، یکی خو از روی عناد مقابله کردن است. برای از اون مردم راه توبه از کجا باز باشه؟ خود نمیخواد که توبه کنه، وگرنه الله توبه را قبول میکنه. چقدر خوب
امی قسم دشمنای زبونی اسلام الله باز میگه اگر از امی حالت خود باز بگرده و اسلام الله توبهش چی میکنه؟ قبول میکنه. از ما مسلمانان را قبول نمیکنه. بیایی که ما بگردیم از امو حالت خود بکشیم، اختلافات یک طرف کنیم، قومگرایی را، تنظیمگرایی را، سمگرایی را کلش یک طرف بکنیم، به یک کتاب الله و رسول الله طرف حدیث رسول الله دور بخوریم که برای ما واقعیت معلوم شه، اتحاد پیدا کنیم. نه نیاز به نیروی ناتو داریم، نه غیر ناتو نداریم. وطن آرام از خودی ماست. قانون الله را در اینجا حاکم میکنیم کلگی برابر. قانون الله نه روی کسی را میبینه نه پشت کسی را، به انصاف فیصله میکنه، هیچ کدام گپی نیست. خب ما هستیم خود زمینه را مساعد میکنیم برای همه بدبختی ها. خب این مردم اینطور فکر نکنه، یاد داشته باشه جنایاتی که در این وطن میشه عاملین اصلی قضیه ها کلش قطش دخیل است. الله قطش محاسبه میکنه. اینطور خود نمی باشه. این مردم امروز چطور زندگی ذلتبار پیش میبرن؟ چرا؟ کسایی که اینطور نفاق و تفرقه را برپا میکنه، وطن نعوذ بالله در جنگ و جدل میکشانه، این مردم ها بالکل عاملین همی گپ هستند و به الله جواب میگه. یغفر لمن یشاء، بخشش میکنه الله برای کسی که بخواه. الله کسی را میخواه که او قابلیت شایستگی از قبول شدن توبه را داشته باشه و او کسی است. او کدام کس است؟ او کسی است که نابت داره، از سرزوری کار نمیگیره، ضد و نعوذ بالله تعصب او را وادار به دوامی امی اعمال ناشایسته نمیکنه، باز میگرده، پشیمان میشه. و یعذب من یشاء، علی عذاب منه کسی را که الله بخواه. امو کسی را الله میخواه که او از ضد کار میگیره. دلایل روشن و واضح برای حقانیت اسلام برش واضح است، لیکن بازم اسلام نمیاره. و کان الله هست الله تبارک و تعالی غفور، بسیار مهربان ذات که امرای همی قدر بدبختی هم الله توبه مردم قبول میکنه. رحیم و رحم کننده است که دروازه توبه را الا گذاشته که مردم بفهمه باز بگرده. سیقول المخلفون اذا انطلقتم، بله خب بشناسیشه فرق در بین مؤمن و منافقی نمیسته. مؤمن فقط هدفش رضای الله تبارک و تعالی است. اگر سختی سرش میاد، تکلیف مالش مصرف میشه، جان در خطر میفته، اولاد در بیروزگار میشه، کل گپاره صرف به خاطر رضای الله تبارک و تعالی در دست میگیره، مبارزه را ادامه میده. منافق فرصت طلب است و منافع هر جایی که لقمه چرب پیدا میکنه فقط امو طرف خدا میزنه، یا فقط در جستجوی لقمه چرب است. در کدام جایی که برشان لقمه بدون محنت و زحمت حاصل میشه، امونجا عمله میکنه، اوجا خوش داره. ما و شما باید طور نباشیم. قرآن یک درسی که برای ما میده، هم عمل کرده ما قدمی که بالا میکنه منظورتون رضای الله باشه. فقط بعد از این عمل کردید مردم تو را مدح کنن نکنن، مردم خوش باشن نباشن، خط افتخارآمیز در موردت نوشته شوه نشوه، مردم آفرین بگوین نگوین، نه فقط هر عمل فقط به خاطر رضای الله تبارک و تعالی. در هر مرکز برو، در هر منطقه برو، با هر گروه بشی، فقط دعوتت به خاطر رضای الله باشه. این تو نباشه که یک جای کسی دیگری محنت کرده و تو بری با سرش قبضه کنی به مردم نمایان کنی افتخارات ماست. اینطور نباشه. چرا این صفت کی است؟ منافقین است. منافقین تو صفت داره، منافقین صفت را داره که وقتی یک جای دید که خب تارجور شده، او را میگیره در قبضی خود میاره، باز بعد از او به مردم وانمود میکنه که افتخارات ماست، حالا که نه محنت در اونجا کشیده و نه زحمت دیده، هیچ کدامش نکرده. اینطوری جماعت نباشه، فقط منظورتان رضامندی الله. منافقین همینطور بودن. جایی که غنیمت حاصل میشد گفت ما اول نمره، سابقم که شریک نشده بودیم امینجا خود نمایان کنیم. اما مؤمن میگه غنیمت باشه نباشه، منظوری ما چی چیزه است؟ منظوری ما دفاع از دین الله، اعلای کی کلمت الله، اینی مقصد ما باشه و با کل برادر و خواهرها اینی مقصدتان باشه. نگویی که مردم برای ما خوب بگویه، مردم از ما راضی باشه، مردم ما را احترام بکنه، نه، فقط دین الله را به مردم برسانه، عقیده حقه. بعد از او خیر است در کدام جایی که تو محنت کرده ای، اگر کسی دیگه او را دست میگیره هیچ غمش نکن، بان که او به دست بگیره، به مردم پیش کنه که والله این افتخارات ماست. امروز زیاد مردم هم اینطور است. در اولی در موقعی که
مصیبت است، تکلیف است، زیر فشار مردم قرار داری، تو باور بکو اگر کس قطع استاد شود گریز است. خود موقعی که نعمت است، در موقعی که خب حالی بری تو آفرینی میگه، باز کلگی در جماعتت خود شامل میکنه تو رس یا نیست. زمانی که تو مبارزه با شرک و بدعت میکنی، هیچ کس قطع دیار نیست، بلکه هنوزم تو را کوبیده رایسته در پیش مردم. خود زمانی که افتخارات بیان میشه، باز میگه ما هم قطعش بودیم. اینطوری باید نباشه. اولین طایفه الحمدلله در این وطن شما مردم هستی که هر نوع تکلیف، مشقت، رنج، بدگویی را، دشنام و بی گفتن ارنگ مگپا را قبول کرده. خود اول قدم قبول کنی، 3 سال بعد خود کلگی میفهمه، کلگی میآید. مهم است که در روزای اول افتخارات کمایی کنی. صحابه که الله قدر رضامندی را از وای اعلان میکنه به می خاطر که در قدم اول با پیغمبر شریک بودن، او شریک بودنشان از روی ایمان و اخلاص بود، نه از روی ازی که بر ما افتخارات کمایی شود. نه مطلبشانی بود که بلدنگ بر ما مهیا شود، نه غنیمت به دست ده. خو منافقین بودن که تلاش داشتن که کی مسلمانان در غنیمت پیروز میشن که ما قطعش یک جا باشیم. خود جایی که سفر دور و دراز باشه، در جنگ تبوک همونطور نبود؟ ولو کان عرضا قریبا، اگر سفر چی می بود؟ بگوی نزدیک می بود و لقمه خیلی به محنت در دست می آمد، لتبعوک وجد آیت آمده بود که شما تابعداری تو را میکرده پیغمبر، ولکن بعدت علیهم الشقه، لیکن این سفر سر سختی کرده. حالی دیگه انواع عذرها را پیش میکنه. این مردم قطعا استاد نمیشه. چی عذر پیش میکنه؟ وطن ما بسیار جهالت حاکم است، این گپا گفتنش حالی خوب نیست، نمیشه. همینطور هستن نمیگه. شما قطع علما یکم کم بیشینه، یکم کم شور بدشه، بگو چرا همین بدعت چرا گم نمیکنی، یعنی شرک چرا گم نمیکنی، یعنی مردم چرا نمیفهمی؟ چی براتون میگه؟ میگه نمیشه، این بسیار سخت است. خب فلانی سخت نیست و تو سخت است. چرا سخت است؟ سختی در چی داره؟ خیر است. ولی باز ما متهم به وهابیت میشیم. متهم به چی میشیم؟ اگر گپ در این باشه که ما متهم نشویم، خب پیغمبر باید یک کلمه هم به مردم نمیگفت. چرا؟ متهم به دیوانگی شد، متهم به شعر، متهم به صابی بودن، متهم به کاهن بودن، بگوی متهم به چیست؟ کذاب بودن، نعوذ بالله، مفتری. کلش کدام تهمت است که در شان اما پیغمبران و خصوصا پیغمبر علیه السلام نشوده؟ ما اگر از اتهامات بترسیم، باز قدم هم گذاشتن نمیتونیم. تو میتونی کلی مردم دلش به دست خود بیاری؟ نه، حقیقت بیان که بعد از او غم میشه، نکو به خاطر رضای الله. مردم خوش میشه، مردم بد نیت میگه، مردم هر چی که میکنه. خب ما میگم که ان شاء الله ان تنصر الله ینصرکم، این وعده الله است بر ما. ان تنصر الله ینصرکم، اینجا بسیار مطلب عمده است. سیقول المخلفون، زود است که بگوی همی پسان کرده شده ها، باز مانده شده ها، اذن طلقتم، وقتی که روان شوی الی مغانم، به سوی غنیمت ها، لتاخذوها، که شما بگیری غنیمت ها را. یا براتان چی میگه؟ ضرونا، بگذار ما را، نتبعکم، که ما تابعداری شما را بکنیم، قطعتان یک جای بریم. یریدون یبدلوا کلام الله، اراده داره که یا تغییر بده کلام الله را. کلام الله چی بوده؟ با پیغمبر علیه السلام گفته بود. این اصل مراد از این غنیمت خیبر است. بعد از اینکه صلح حدیبیه واقع شد، صحابه کرام خو بسیار زیاد خفه بودن. چرا؟ واخو نیت داشتن که عمره بکنیم، مراسم عمره را ادا کنیم، مست و ملنگ پس بگردیم. نه عمره شد، قربانی ها در نصف راه حلال شد، آن چیزی که هدف بود در دست نآمد و بر علاوه شرایط ناگوار گذاشته شده در این صلح که هیچ پرسان نکو. قدم که میمانه صحابی، بگو هیچ یاری نمیکنه طرفی خانه. خو الله تبارک و تعالی از امیالی شروع میکنه به سوی نشان دادن و برملا شدن اون مصلحت هایی که در صلح بود. صحابه را آگاه میکرد که پیغمبر کدام کار میکنه، صحابه بدانه که دو مصلحت است و به حکم الله تبارک و تعالی است. اول مصلحتش چی بود؟ اول فایده. امی دیستی صلح قرار گرفته، حال دیگه بزرگترین مرکز شیطانی را اول ویران کنه. برای شما از همه کده بدتر مرکز خیبر است. چرا؟ یهودی بدبخت در اونجا هست، کل شیطانت از اونو است.
تمام تحریکات جنگ از طرف از وا بوده. از همون خاطر اول امیره چی بکنه؟ محاصره کنه و قبضه کنه. منافقین خود دیدن که خیبر خود گرفتن بس به این طور صحابه، این صحابه شیرا که نمی ترسیدن، این خود یک دقیقه کار است، بیا دیگه دنبال رویش خود شویم، دمو غنیمت ها خود شریک شویم. از این خاطر لیکن الله فرمان داده بود پیغمبر علیه السلام که با جز از همون کسانی که در حدیبیه شریک بود کسی دیگر شریک نباشه. چرا؟ به خاطر که الله برشان امتیاز بده و اطاعت از رسول کردن با وصفی که قلب ناراض بود، طبیعت ناراض بود، لیکن چون اطاعت پیغمبر میپذیرفتن از او خاطر الله پاداش میده. از کسی دیگری رقتی خود پیغمبر نبرد. خب منافقین چی گپا شروع کرد؟ ذرونا بگذار ما را نتبعکم، امرایتان روان باشیم برویم. الله میگه یریدون یا اراده دارن یبدلوا کلام الله، که کلام الله را تبدیل کنه. الله به پیغمبر فرمان داده بود که غیر از اهل حدیبیه دیگه کسا را قطعی خود بردن نمیتونی. از امو خاطر قل برش بگه پیغمبر علیه السلام لن تتبعونا، هرگز قطما تابیداری ما را نکنی، یعنی از پای ما نبیه، قطما یک جا نشوه. کذالکم قال الله من قبل، پیش از اینکه شما بر ما میگه الله بر ما قبلا بیان کرده که کسی دیگر غیر از مردم حدیبیه را که در صلح شریک بودن غیر از دیگه کسا برده نمیتونی. فسیقولون، آلی چی میکنن؟ آلی دیگه میگه یا قطما حسد میکنم ما را نمیمانه کی کار بکنیم. آلی امروز هم موگه پاسته، این امروز هم عینه موگه پاسته. وقتی که ببینه که موقع غنیمت گرفتن است و هم قطعی تو یک جای میکنه چی میگه؟ رد بدعت کرده رویسته. باز که برش میگه که نه برای شما به خود کار کنی خیر است، ما به خود میکنیم. میگه سیکو قطما حسد داره ما را نمیمانه. فسیقولون، زود است که براتان بگویه بل تحسدوننا، یعنی اینقدر نعوذ بالله شرم یا مردم بی شرم است که آلی نگذاشتن شما یارا با وصفی که به فرمان الله تبارک و تعالی است. ایره حسد شما را متهم به حسادت میکنه که شما حاسدین هستی. فسیقولون، میگویا بل تحسدوننا، بلکه شما حسد قطما داری. الله چی میگه؟ بل کانوا لا یفقهون الا قلیلا، بلکه یا نمیدانن الا قلیلا مگر خیلی کم. یعنی اصل سرچشمه تمام بدبختی ها جهل و نادانی است. جهل به قدرت الله، جهل به مقام پیغمبر، جهل به ناپایداری دنیا، جهل نعوذ بالله به ارزش های جهاد نمیفهمن که جهاد چه ارزش داره. جهل نعوذ بالله از تمام حالات اصل جهل است. اگر یا میدانستن که جهاد چه ارزشمندترین چیز است چرا شریک نمیشد؟ اطاعت فرمان پیغمبر چقدر مقام و ارزش داره حتما شریک میشد. اگر میگفت که این جهاد از ناحیه الله است، الله در خواب پیغمبر ایره نشان داده بود که یا در عمره بره، هیچ وقت چی نمیکرد؟ سرکشی نمیکرد. ولی یا جاهل بودن نمیدانن. قل بگوی پیغمبر علیه السلام للمخلفین، به کسانی که باز مانده شدگان هستند، من الاعراب، از زمی بادیه نشینا، ستدعون الی قوم، بله اگر شما این گپه اینقدر اظهار وفاداری میکنه بسیار خوب است، میدان آینده موجود است. بله شما اگر اینقدر لاف از اسلام میزنه دیگه میدان نمیلاسته. بیا مبارزه با بدعت های باقی بکنیم، بیا مبارزه در مقابل رسم و رواجای غلط دیگه بکنیم. کلگی سر از یک جاغه بکشیم بگویم که نارواسته. خود شما پشتی مصلحتایتان میگردی. شما باور به الله بکنی اسلام که هر قدر در خطر باشه، اگر کسی بخیزه دعوای نبوتان بکنه، خود چون که مصلحت تنظیمتان در خطر است سخنی هم از پیشتان نمیبرایه. نه در مجله، نه در اخبار، نه در ورق، نه در بیان، نه در رادیو، نه در تلویزیون گپی هم نمیزنه. چرا؟ مصلحت تنظیم در خطر است. مصلحت تنظیم در خطر است. اگر واقعا دفاع از ارزش های دینی داریم، ما و شما مبارزه با شرک و بدعت داریم، میدان کلان است. بیایی که دیگه عالی مبارزه را شروع کنیم. معلوم شود امروز هم همینطور به این گروه ها باید گفته شود که بیا لاف نزنی که ما داد میزنه که ما حامین اسلام هستیم. همین قدر عمر مردم چرا در شرک مبتلا کردی؟ چرا از آگاهی از شرک برشان نمیده؟ همین قدر عمر مردم چرا از سنت رسول الله آگاه نمیکنه؟ مردم در بدعت مبتلا کردی. تو جناب عالم قسم برش بده 15 سال در مسجد شده تا حالی یک بدعت دعا را گم نکردی؟ ها؟
تو چطور خدا میگی که من دفاع از سنت رسول الله میکنم؟ کدام میدان باز آمیل است. آلی امو منافقین الله برشان میگه قل بگوی پیغمبر علیه السلام للمخلفین، به مردمایی که باز گذاشته شدگان است من الاعراب، از بادیه نشینا، ستدعون زود است که شما دعوت داده شوی الی قوم، بسوی جنگ یک قومی که اولی بأس که وا صاحب توانمندی است، شدید یعنی صاحب درایت جنگی است، شدید سخت، مردمی که خب نیرومند و جنگجوسته در مقابل از شما دعوت داده میشه. تقاتلونهم که شما قطعش جنگ کده میره، او یسلمون حتی یسلمون، او به معنای حتی است تایی که و اسلام بپذیرن، تا که اسلام نپذیرفته جنگ دوام داره. فان تطیعوا، اگر شما اطاعت کردید دمی طور مورد، یؤتیکم الله، مید الله برتان اجرا حسنا، اجر خیل شایسته، آن چیزی که مناسب است. و این تتولوا، اگر سرپیچی کرده در این جنگ هم شریک نشده، کما تولیتم من قبل، مثل که قبلا هم سرکشی کرده بوده، یعذبکم عذابا الیما، اینطور نباشه الله شما را عذاب میده، عذابی دردناک. مراد از این جنگ کدام جنگ است؟ بعضی علما قائل به است که مراد از این جنگ فارس و روم است. اوی بعد از وفات پیغمبر علیه السلام در زمان ابوبکر و عمر و عثمان رضی الله عنهم، علی رضی الله عنه، در اون زمان این مردم دعوت داده میشه، اونجا باز معلوم میشه که شما شریک میشی یا نه. لیکن قرائن دلیل به است که این جنگ نیست. چرا اینجا قرآن میگه یسلمون، اهل کتاب دیگه مردم اگر دعوت میدی و مجبور نمیشه به اسلام آوردن، اگر جزیه را قبول بکنه، زیر قانون عامه اسلام داخل شوه، دیگه هیچ امر سرش دیگه چی نمیتونی که واره بکشی. اینجا مراد مشرکین مکه است. مشرکین مکه فقط یا جنگ است، اسلام قبول کردن، یا کشتن است، جنگ است. از او خاطر اینجا مراد چیست؟ جنگ با حوازن است. حوازن و بنو ثقیف که برش میگه، که به نام جنگ حنین و اوطاس مشهور شده. از همین خاطر بعضی میگه جنگای ارتداد در زمان ابوبکر رضی الله عنه است، لیکن نه، قرینه است که مراد اینمی مردم است و این چیست؟ این جنگا بعد از اینمی واقع شده، همین مردم دعوت داده شده که بیای عالی شما خلاف میزدید در میدان جنگ، در جایی که غنیمت بود خود پیش میکردی، عالی بیای که چطور است، مقابله میکنیم یا نمیکنیم. لیس علی الاعمى حرج، وقتی که آیات آمد مردمای معذور بسیار ناامید بودند. الله اکبر. مخلفون، هر کسی که باز دارند گذاشته شده از شرکت با پیغمبر علیه السلام، ما خواهم از او جمله هستیم، باز ما خود در بدر میشیم، خود یک تیکه تهدید است. از او خاطر آمدن پیش پیغمبر علیه السلام، گفتن ما در کدام سرنوشت قرار گرفتیم؟ الله آیت روان کرد. لیس علی الاعمى حرج، نیست بالای کور، حرج تکلیف یا گناه، ولا علی الاعرج، نیست بالای لنگ، حرج تکلیف و گناه، ولا علی المرید حرج، نه بالای کسی که واقعا مریض بود، حرج گناه و تکلیف. سری از وای گناه و تکلیف نیست. چرا؟ و بنا به عذر واقعی باقی ماندن. و من یطع الله و رسوله، خب بله، امی مردمایی که باقی مانده ولو که زورشان نمیرسه که در سنگر و میدان بره، لیکن بازم خیرخواهی اسلام داشته باشه، آرام ننشینه. اسلام مسلمان میگه هر قدر که وسع توانی تستو باید اقدام بکنی، به اندازه وسع توان از اقدام باز نمانی. یک نفر زورش در سنگر میرسه، در سنگر رفته. یک نفر زورش در اسلحه خریدن داره، اسلحه میخره. یک نفر زورش دیگه نمیشه، کالا برای مجاهدین میگیره. یک آدم دیگه دمی خانه است، هیچ که زورش نمیرسه، نمازه که میخواند تلاوت میکنه، دست بالا کنه، اللهم انصر المجاهدین فی کل مکان، همین دعا خو میکنه، الله کل مجاهدا را در هر سرزمین کامیاب و پیروز بگردان. همین قدر خوب بکن. اگر همین قدر نداشتی، باز تو در جمله امو خائنین شمار میشی. قرآن مسلمان بی وظیفه نمیگذاره، این را یاد داشته باشه که او توان نداری، توان خدایی. از امو خاطر الله میگه و من یطع الله و رسوله، کسی که اطاعت الله و رسول الله را میکنه، ام در سنگر، ام در میدان جهاد، ام در خانه، ام در جای، فقط مطابق دستورات الله و به نقشه پیغمبر عمل کرده رایست، یدخله جنات، الله داخل میکنه ایره در باغات تجری که روان میباشه، من تحتها الانهار، در زیرش جویا. و من یتولا، کسی که سر پیچی میکنه از اطاعت الله و از اطاعت رسول، یعذبه عذابا الیما، عذاب میده برش الله عذاب دردناک.
سخت نقطه است، سخت نقطه. از امو خاطر است هر کس مکلف به اندازه توان است. تو چی توان داری؟ مبارزه با کفر میکنی. دو قسم مبارزه داریم، یکی مبارزه نظامی می باشه، یکی مبارزه فرهنگی می باشه. مبارزه نظامی موقتی است، گاهی هست گاهی نیست، گاهی پیدا میشه گاهی گم میشه. اما مبارزه فرهنگی بالکل دائمی است، یک لحظه هم خطا نیست. این مبارزه بسیار مهم مبارزه است، بسیار مهم مبارزه است، خصوصا در عصر فعلی ما. چرا؟ به خاطر که وسایل تبلیغات، وسایل نشر اشاعات، وسایل اعلام و اخبار مکمل در دسترس کافر قرار داره، در زیر کنترل از واسطه که تبلیغات کرده رایسته. مجله را میبینی، تلویزیون را میبینی، رادیو را میبینی، اخبار را میبینی، کلش. بلکه بر علاوه گماشتگاه دیگه داره، در هر جای تبلیغات در مورد نیرو و قدرت دشمن کرده رایسته. چقدر گپا بود در زمانی که نو حمله میشد، امی غربی حمله میکرد در افغانستان، چه افواهاتی بود، یکی شب اینطور میکنه که روز اینطور میکنه. اینی گپا بود. این کلش توسط منافقین و مردمای چیسته بیدین امی تبلیغات میشد. امروز هم همون تبلیغات است، همون تبلیغات است. خو لیکن الله میگه که مسلمان در هر سرنوشتی که قرار داری به اندازه توانت مکلف هستی که مبارزه بکنی. ولو آخرین نقطه مبارزه گفتم که شل شوت مریض هستی، مریض دعایش خوب قبول میشه، دعا برش بکو برای مجاهدین مسلمان. اگر یکی دیگه توان داشتی خوب بعد او توان حتما ده خرج بده. امروز چرا؟ من دیروزام گفتم که این مردمای ما که قدرت دارن، مال دارن، توان دارن، هنوزم آرام نشسته هستن یا پیش الله تبارک و تعالی رفته نیست. الله سوال میکنه چه مبارزه ای را انجام داد؟ یا تو همین خدمت کردی که به مردم تلویزیون جور کو، فیلمای این دوا و نصارا را ایجا برای مردم پخش کو، همین مسلمانیت بود؟ ها؟ تو اینی کار کردی؟ بعد دیگه کس بگوید که خود دیگه حضورت نمیرسید که اسلام تخریب کنی. یک مرکزی تعلیمی جور کردی که الا کرسی فلان و مکتب فلان، دختر و بچه را یک جای دست چوکی نشاندی. همین قدر شما یاد داشته باشی این صحنه صحنه امتحان الله است. در این صحنه امتحان الله اینطور مردم تباه و برباد شود که هیچ پرسان نکن. گپ یادی نیست. یک کسی که مرکز تعلیم جور کرده و اونجا در بین دختر و بچه با هم یه مشترک درس میخونه، به الله جواب میده. اینطور خو نیست که البته میگه ما همین پیسه را مدار اعتبار خود قرار دادیم از هر طریق که به دست آورده میشه، به دست آورده میشه، دعوت داده رایسته. این خو کلش تو را حتی مریض الله میگه، کر و لنگ میگه که با وصفی که عذرام داری خو ما یطع الله و رسوله، بازم سریت اطاعت الله و رسول در خانه تام است که چقدر کمک به دین میتونی. اونطور نیست. یک تعداد مردم ما احساساتی میباشه، دست به دیگه کارا میزنه. جناب تو اگر خدمت به دین بکنی بسیار راه ها وجود داره، بسیار راه ها وجود داره. اگر تو واقعا خدمت بکنی، تو تمام عمری توقف کنی برای تعلیم، برای از اینکه مردم در بفهمونی. امروز مردم ما که جهاد میکنه اسلام میفهمه. عربا وقتی که آمدن افغانی ها را دیدن ایران مانده بودن که چرا خطی روسا جنگ میکنه، تعجب میکردن. میگه یا خود قبر را پرستش میکنه، یا خود پیر و ملا را پرستش میکنه، خطی روسا چرا جنگ میکنه؟ ایران بودن. تالی را مردم ملت ما نمیفهمه که الله کدام ذات است، الله کدام ذات است. در مردم ما خوفی که از زیارت است از الله، به الله قسم اگر باشه. در اکثریت مردم این نمیتونه گپ است. اقدر از زیارت میترسه، در ایوان ما نمیترسه، کلاب پیتل فیتره گم میکنه، گل میکنه در پالوی زیارت. در دیگه جای چالان است. از الله میترسن؟ نمیترسن. امروز از رئیس دفتری قدر ترس است کمی یک در اوسات سعی میکنه تکسی را در جای 100 روپا 200 روپا میده، میگه مرا در وقت برسان. خو نمازی صبح زمین تو آدم سوال که بگو نمازی صبح تا خوانده؟ ترس از الله نداره. امروز این طور است. اول تو مردم بفهمون که الله کدام ذات است، اسلام چی را میگه. خب امروز اینی گپ است. بیا دیگه چرا عمل نمیکنی؟ خب میبینی خودی از ملا صاحب ما را میگه مولوی صاحب شما بسیار گپا را پیدا کردی، تفریقه را پیدا کردی، اوجا یهود و نصارا است. و ملا صاحب خب ما همین قدر کردیم که مردم الحمدلله اسلام یاد میدیم.
سنت رسول الله را خو یاد میدیم. شما چی کردی؟ همین شما بگوی. شما چی مقابله کردی؟ زمینه را مساعد کردی برای یهود و نصارا. مردم در مزخرفات و شرکات مبتلا کردی. کدام روز حق دین بیان کردی؟ او مولا صاحب درس قرآن داری؟ درس حدیث داری؟ تو را بالله قسم بگو تیر از درس قرآن و حدیثیت امی اطفالی که صبح برات میاد تو را بالله قسم از صدق دل برش درس میگی؟ از صدق دل درس هم نمیگی؟ سر ما انتقاد میکنی که علی یهود و نصاراست. تو چی برنامه داری؟ تو چی برنامه داری؟ بیا دیگه خالی مقایسه کنیم. اگر تو واقعا پشت همین نقطه میگردی بیا که مقایسه کنیم که مقابله یهود و نصارا را تو میکنی یا ما میکنیم؟ کی میکنه؟ عجیب دیسته چقدر مردم گول میزنه. سعی کنی اینی توجیه گناست، اینی توجیه گناست. خودشان عمل نمیکنه، حق نمیگه، بری خود توجیه میکنه. این چیز تفرقه پیدا میشه. سنت بیان کو تفرقه پیدا میشه، توحید واضح کو تفرقه پیدا میشه، شرک رد کو تفرقه پیدا میشه. این کارا را نکو، بگذار. اینی را میگه توجیه و عذری. اونمو عذرای اونمو مردم واره. حکمت تلقی کرده رایستن که حکمت ما از حکمت کار میگیریم. حکمت 1 ساعت جنازه معطل میباشه ایل اسقاط میشه. عجیب گپ است. 1 ساعت مردم در یخ در گرمی اینی تو چیستا پایک میزنه حالا اسقاط نشده. عجیب است. شما ببینید یک دفعه حقیقت خواب آشنا شوه که دین چی را میگه و مردم چی میکنه و مردم چی طور گل میزنه. سعی کو گل زدنی مردم حالی راستی تو را که بگه که فلانی پیدا شده تفرقه مندازه. ما را مردمی تفرقه آمیز معرفی کنه. اول تو میکشی مرا کی راست میگه؟ چرا تفرقه وحدت از بین میبری؟ خبر نداره که تفرقه را تو جور کردی. ما پشت راه الله و رسول میگیرم، تو رای یک عالمه از دو دفاع میکنی. عجیب نیست دیگه؟ اگر تو از دو دفاع نکنی کلگی یکی است، در یک راه روان است. جنات تجری من تحتها الانهار و من یتولا، کسی که سرپیچی میکنه یعذبه عذاب میدور عذابا الیما، عذاب دردناک. ولو که در خانه تامستی که مخالفت دستورات الله و رسول بکنی عذرام داری الله برات عذاب میده. لقد رضی الله عن المؤمنین. 4 پاداش یا 4 امتیاز الله برای مؤمنا بیان میکنه در اینجا. مهمترین از این پاداش ها و از این امتیازات اولیش است. لقد رضی الله، یقینا اعلان رضامندی کرده الله تبارک و تعالی، راضی شده خوشنود شده الله عن المؤمنین، از مؤمنا، از یبایعونک، در آن وقتی که بیعت میکردن امرای تو، تعهد کردن، تحت الشجره، در زیر درخت. فعلم، دانسته بود الله تبارک و تعالی ما آن چیزی را، و اخلاص، صداقت، وفاداری، آمادگی جهاد، خلوص ایمان مکمل فی قلوبهم، که در دلهای مؤمنا بود. او چیزا را الله دانسته بود. به سبب از او فانزل السکینه علیهم، روان کرد الله آرامش و اطمینان بالایشان، با وصف که حالات خیلی ناگوار بود. حالات خیلی ناگوار بود. چطور آرامش بود؟ در بین انبوی دشمن آمده، در مرکز دشمن آمده. امو مردمی که تا دین روز مسلمان را در مدینه تعقیب میکرد، امروز آمده در مرکز دشمن. مردم که میگه در بین وری زنبور آمده، وری زنبور. سلام علام وجود نداره، در لباس احرام هستن، نیرویشان هم برابری با نیروی اهل مکه کردن نمیتونه. خود دیگه از خانه و دیار و کمک خواستن هم بالکل دور هستن. شما چی تصور داری؟ که طور مردم باید قدر پریشان باشه، متزلزل باشه که پرسان نکو. الله آرامش و اطمینان در قلب مومنا روان کرده که حتی آماده نیستن که شرایط صلح را بپذیرن. اون غیرت، اون همت. الله اکبر. امیطور مردم الله اعلان رضامندی نکنه؟ اینطوری مردم ها خوب باید پای درک بلرزه که در بین دشمن آمدیم. حالا اگر سر ما حمله بکنه کو که اسلحه، کو که مقاومت. ولی صحابه کدام مردم است؟ صحابه همون مردم است که حتی به شرایط صلح آماده نیستند. یک درو پیغمبر علیه السلام امیطور هستند که چرا این مواد شرایط نوشته کرده رویستی یکی. او دمی طور موقع به پیغمبر دستی پیمان میده که من تا کشتنشم از اینجا شور نمیخورم، تا که حیات دارم جهاد میکنم، تا که حیات دارم جهاد میکنم. اینطوری مردم الله راضی نباشه کی راضی باشه؟ شما بگوید.
قرآن امیره میگه، اینی را میگه امتیاز مهم که در عین سختی، در عین حالت ترس، در عین حالتی که اسباب ظاهری بالکل سازگار و موافق قطعتون نباشه، لیکن قلبت پر از غیرت و ایمان باشه. اینی را میگه صحابه. ما امروز در وطن خود اینطوری میشیم. چرا؟ ایمان خیره نمیگه. قرآن درس میده برای ما که مؤمن کی را میگه، مؤمن کی هست. مؤمن نمست قلبش مطمئن است. واقعیت اتکا به این کده که این الله علی کل شیء قدیر. الله به هر چیز قدرت داره. بالکل تمام این تغییرات و انقلابات در اختیار کیست؟ الله امو زمینه که بالکل ناگوار است او را گوارا می سازه در یک لحظه. آن چیزی که در ضدت بود امروز موافق میشه. آن چیزی که تو فکر میکردی شکست میخورم او را به کامیابی تبدیل میکنه. صلح حدیبیه را همینطور کرد الله. خو از برکت اطاعت رسول، از برکت اطاعت رسول صلح حدیبیه را در کدام سرحد رسانده. قرآن برای ما میگه فانزل السکینه علیهم، روان کرد آرامش اطمینان الله بالایشان، و اثابهم پاداش داد، فتحا قریبا، فتح خیلی نزدیکه. بعد صلح حدیبیه 20 روز یا یک ماه تیر نشده بود. در سال 7 هجری، این سال 6 هجری بود، و در سال 7 هجری چی شد؟ تقریبا 20 روز یا چه قدر روز تیر نشده بود که فتح خیبر شد. الله عوض داد به خاطر اینمی مسئله فتح خیبر. این را میگه آلی قدم به قدم برکات و ثمرات صلح حدیبیه هویدا شده رایسته، آشکارا شده رایسته. از او خاطر الله میگه و مغانم کثیرتا، غنیمتای خیلی زیاد، یاخذونها که میگیرش صحابه کرام. خیبر بزرگترین مرکز یهود بود و آنقدر مردم مالدار و متمول داشت که پرسان نکن. از او خاطر فتح از او گرفتار کردن یک مرکز اقتصادی جهان بود در او زمان، در او منطقه. و کان الله عزیزا حکیما، هست الله عزیزا زبردست، شکست ناپذیر، حکیم و حکمت والاست. یعنی به خاطر اطمینان خاطر صحابه کرام الله میگه که الله عزیز است. شما فکر نکنید که در این قدر ناتوانی ما چطور بتانیم کامیاب شویم، بریم او جره فتح بکنیم. الله عزیز است. الله که اراده یک چیز بکنه باز قطعا شکست نمیاده دمیرش. حکیم و حکمت والاست. شما را در حدیبیه به خاطر در صلح آماده کرد که در اینجا حکمت های خیلی پشتی سر وجود داشت. ثمراتی ازی بعد ازی براتان واضح میشه. الله هر کار به حکمت میکنه. چرا؟ صلح حدیبیه یک عالم خوبی ها را به مسلمان ها آورده. وعدکم الله مغانم کثیرتا، وعده کرد امرای شما الله تبارک و تعالی غنیمت های خیلی زیاده، تأخذونها که شما باز میگیریشه. اشاره میکنه که مسلمان ها این سلسله فتوحات و غلبه و کامیابی اینمی رقم دوام داره تا روز قیامت. خو شرط داره. شرط چیست؟ و من یطیع الله و رسوله. شرط داره. اگر این شرط موجود بود ما یقین داریم که سلسله فتوحات و غلبه از مسلمان ها هست. قرآن دو اشاره کرد. فعجل لکم، زود داد برای شما، هازی دمی دفع، آلی یک دانه چیست فتح را امیالی زود برتان داد. و کف ایدی الناس عنکم، منع کرد دستای مردم از شما. در منع کردن دستی مردم، در دسترازی مردم چی مراد است؟ بعضی مفسرین قائل به است بنو غطفان که هم حلیف خیبر بود، قد یهود بودن. بنو اسد قصد داشتن که سری مدینه منوره حمله بکنه. چرا موقعی را دیده بودن که پیغمبر با یک تعداد از صحابه رفته در عمره، بیایی که اینجا ما حمله بکنیم و تمام مال غنیمت و زنا را اسیر بگیریم، نعوذ بالله. اما الله در قلبشان رعب انداخت، نتانست که سری مدینه حمله کنه. یک توجیه است. دوم توجیه و کف ایدی الناس عنکم، زمانی که خیبر پیغمبر علیه السلام لشکر روان کرد، خودشان قطعی بود پیغمبر علیه السلام. اون جمعی بنو غطفان که هم حلیف خیبر بود و قصد کردن که بیاید پشتیبانی از خیبر بکنه، لیکن الله رعب در قلبشان انداخت، بالکل باز ماندن، پشتیبانی نکردن. از او خاطر خیبر به وجه درستی فتح شد. قلاها را یکی پای دیگری فتح میکرد تا که یک قلا باقی مانده بود، علی رضی الله عنه فتح کرد.
اینی رقم. لیکن راجح قول اینجا است که نه مراد از بند کردن دستی مردم مکه است. مکه شما چه رقم مردم بوده؟ الله تبارک و تعالی اگر امی اهل مکه که یک دم نعوذ بالله کینه و کدورت در قلبشان جوش میخورد، دشمنی بیخی آتشش افروخته بود و شما را اینطور بی اسلحه هم گیر کرده بود، باز خلایقی بود که اول شروع میکرد به حمله بالای شما. اما الله اینطور رعب در قلب از او انداختن که زمانی که پس رفت نمایندهشان به او مردم میگه فکرتان باشه که مردم اینطور مردم است که ما هیچ جای ندیده. آبی وضوی پیغمبر علیه السلام در زمین نمیرسه. وقتی که از بیعت خبر شدن که هر صحابی میای بیعت قتی پیغمبر با مرگ میکنه، الله اکبر، یک عالم رعب دیگه در قلب اهل مکه افتاد. قرآن و کف ایدی الناس، الله اونطور میکنه دشمنه رعبش میپرته، رعبش. این واقعیت است. نصرت دین الله را بکنه در قلب دشمن، رعب شما را الله مندازه و اینطور فکر میکنه که مردم داره که پرسان نکنه، کلگی قطع از یاست خبر نداره، کلگی دشمنه. اما طور در دلشان رعب می باشه. قرآنی گپا را برای ما میگه من کرد دستای مردم از اهل مکه را عنکم از شما که سرتان حمله بکنه. یک ولتکون آیتا للمؤمنین، ولتکون که باشه همی غنیمت دادن از خیبر آیتا نشانی فتوحات اول شما، اول فتحتان، للمؤمنین برای مؤمنا. یک ترجمه. دوم ولتکون که شوه حوادثی تمام حوادث صلح حدیبیه که فعلا انجام داده شده و آینده ثمراتش نمایان میشه، این پیشنگویی باشه. آیتا للمؤمنین، نشانه حقانیت دعوت پیغمبر علیه السلام شوه که پیغمبر کدام امر انجام میده چقدر ثمر بخش است، خود به خود حقانیت دین واضح شوه. و یهدیکم صراط مستقیما، هدایت کنه شما را راه مستقیم دیگر هم. چرا؟ دلایل حقانیت دین اسلام که وقتی آدم ببینه دیگم پخته میشه. چرا این حالات خودید مسلمان ها به بی سر و سامانی با این قدر چیزی کم چیز تا کافر است پیشش میترسه و آخر خیبر هم دست از یام افته. و اخرى لم تقدروا علیها، بزودی خواهد داده الله تبارک و تعالی دیگه لم تقدروا، دیگه غنیمت ها هم لم تقدروا که تا هنوز شما قدرت نداره علیها بالای از وا. اینجام بعضی مفسرین قائل بیسته که مراد فتح مکه است، یعنی همین فتح مکه را که شما تا لیره قدرت نداشتی الله در آینده براتان میده که 2 سال بعد مکه همینطور فتح شد. یکی لیکن در این مورد قرینه هم وجود نیست، مراد فتوحات عام اسلام است. و اخرى لم تقدروا علیها، دیگه فتوحات لم تقدروا علیها که شما توانایی قدرت ازیرت تعالی را نداشته، آلی پیدا کرده به قوت ایمان، به برکت ایمانی قوت پیدا کرده. قد احاط الله بها، که الله احاطه کرده بها بینمی چیسته اخرى، غنیمت های دیگه یا فتوحات دیگه که الله احاطه کرده به قدرت خود، ایرم در دست شما میده. امو طور است اسلام الله تبارک و تعالی امی رقم گسترش داد. و کان الله علی کل شیء قدیر، در ظاهر سعی نکنه که این مسلمانای بی سر و پا چطور بتانه قصر کسرا را، قصرهای رومیا را، یمن چهار اطراف زیر تسلط خود بیاره و را فتح بکنه. بله الله سری هر چیز قدرت داره. ولو قاتلكم الذين كفروا، اگر جنگ میکردم رای شما کسانی که کافر بودن، لولوا الادبار، خامخا پشتای خود دور میداد طرف شما، رای فرار اختیار میکرد. ثم لا یجدون ولیا، باز نمیافتن برای خود کسی دوست ولا نصیرا، نه کسی امداد کننده را که پشتیبانیشان بکنه. منظور چیسته؟ زمانی که صلح صورت گرفت یک تعداد کسا در مکه پیدا شدن، گفت وای 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 چی غنیمت. الله چرا اینطور احمق شدیم؟ میگه نعوذ بالله تیار در چنگی ما نبود، هنوز هم اینطور مواد صلح را قطعش کردیم. و برادر پدرای ما را کشته بود، ما را در بدر کرده بود، آلی ما یار همونطور سالم رها کردیم. الله میگه این افسوس ها به درد نمیخوره. اگر دم و وقتم شما جنگ میکرده، الله یار غالبه میداد مسلمان را، شما رای فرار اختیار میکرده، باز دیگه پایتان در یک جام قرار نمی گرفت. شما همون مردم هستی. یکی. دوم هشدار برای منافقین میگه،
منافقین میگه که کاش که ما هم قطعی پیغمبر می بودیم. الله میگه شما نه، قطعی شما نیروی مجاهدین قوت پیدا نمیکنه. چرا؟ مردمی بزدل است، فرار میکنه، سنگر اعلام میکنه، بلکه سبب شکست دیگران شاید شوه. قرآن بر ما میگه نفر کم باشه خو متعهد و بگوی با همت باشه، جماعت زیاد نباشه که متزلزل باشه، 10 نفرش خوب و 5 نفرش بگوی فراری. چرا؟ 5 نفر میگیره مورال دیگرم چی میسازه؟ ضعیف. از امو خاطر اصلاح الرعیت من کثرت الجنود. ما خوش به این نیستیم که مسجد ما پر باشه این تا سرک مردم باشه. ما خوش به ایستیم که 10 نفری متعهد پیدا شود که واقعا عمر خدا وقفی امی دعوت میکنه و هر نوع مشکلات دیرا متحمل میشه. فقط و این حرکتش هم خالص به خاطر کی باشه؟ رضای الله. البته در راه مبارزه خود خواب گام محتاطانه میگذاره. اونمو فرامینه، امو دستورات، امو آدابی که در مبارزه اسلامی در قرآن بر ما بیان شده امور عملی میکنه. در حق کسی توهین نمیکنه، بدگویی نمیکنه، قهر نمیشه، غضب نمیکنه، مردم تحقیر نمیکنه، خود اینطور فکر نمیکنه که جنتیستم دیگه کلگی جهنم است. اینطوری نه، بسیار دلسوز انذار میکنه، انذار به کمال شفقت و دلسوزی مردم دعوت میکنه. این بسیار مهم است. و پیغمبر همینطور جماعت واقعا تربیت کرد. صحابه امو مردم بودن. از او خاطر منافقین در هر مرحله جدا 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 میشدن. الله همینطور کرده بود. الله علی بیان میکنه سنت الله التي یعنی یک قانونی همیشگی الله تبارک و تعالی است که الله مسلمانان بالای کفار و کامیاب میسازه. یعنی ولو که دشمنا خیلی زیاد سفارایی هم بکنه، این قانون الله است که مسلمانان را در آخر غلبه و فتح نصیب میکنه. چرا؟ این قانون همیشگی سنت الله، عادت الله است، طریقه و روش الله تبارک و تعالی است. التي امر روش را قد خلت من قبل که پیش از تیر شده در هر تاریخ و در هر زمان. الله جماعت خیلی کم اگرچه در نظر مردم ناچیز معلوم میشد، لیکن بنابر اطاعت و تقوایشان الله وارا غالب کرده. ولن تجد لسنت الله تبدیلا. این گپ تنها منحصر در زمان پیغمبر علیه السلام نیست. موت را آگاه میکنه، بیدار میکنه. میگه ولن تجد، تو نمیابی مخاطب ای پیغمبر علیه السلام لسنت الله، به این روش الله تبدیلا، چیزی را بدل کننده یا چیزی را تغییر دهنده. یک چیز تغییر پیدا نمیتونه. شرط اطاعت الله و رسول است، با اخلاص مقابله و مبارزه کردن است. الله تو را کامیاب میکنه. و هو الذی، الله خاموزاتی است که فایده هم عنکم که من کرد دستای از یاره، بند کرد دستای از یاره، عنکم از قتل کردن شما، از یکی به سر طرف شما دراز کنه. و ایدیکم دستای شما را بند کنه عنهم از یا یکی قتل نشد به متن مکه، در خود مکه در حرم. چرا؟ حدیبیه در منجا است، در میانی مکه. حدیبیه در منجا است. الله نخواست که اینجا جنگ صورت بگیره، وار از شما بند کرد، شما را از ها بند کرد. چرا؟ در حکمت‌های بسیار زیاد بود. من بعد ان اسفرکم، پس از اینکه شما را کامیاب ساخت علیهم بالای از یا. اینجا بعضی مفسرین میگه مراد از کامیابی امی صلح است که الله تعبیر به کامیابی کرده، یعنی صلح کامیابی شما بود. چرا؟ بعد از نشری نمی آوازا سر و صدا در هر طرف بالا شد، مردم طعنه میداد کفاره، میگه مسلمانا با او بی سر و سامانی عین در منطقه در کانون مرکزی شما آمده بود سرطان صلح را امضا کرد. شما را اونجا یک دم مردم طعنه میداد به کفار. یکی یا مراد اشاره به او میکنه از کوی تنعیم چند نفر از مشرکین آموخته کردن که بره ناگهان پیغمبر علیه السلام در وقت خواب گیر کنه و از بین ببره. صحابه پیغمبر خیطور نبود، تصرف چی داشت، ترسد چی داشت، پیردار داشت، در هر طرف این مردم گیر کردن و کلش بسته کرده در پیش پیغمبر آوردن. پیغمبر علیه السلام بس کلش آزاد کرد، هیچ کدام نکشت. این یک تاثیری مثبت دیگر از سری مردم انداخت. ما میگفتیم که پیغمبر یک تیکه کشنده است، سوتر در پالوش مانده. یک نفر یک خاریس پیش ما آمده، قطمه گپ میزد، میگه مرا گفته بودن که اوجا بری در مسجدش که گپشان نه قبول نکنی، اونجا رفیقا داره تو را چیزا سوتکوی میکنه. پیغمبر علیه السلام هم میگفت که فقط امرش قتل است. وقتی یارا گرفتن آزاد کردن، یک دم در کردن که خب پیغمبری قتل نیست، این پیغمبر خو این قدرت هم پیدا کرد. ما یک دم
یک عجیب انقلاب و تاثیر در قلبی مردم هم افتاد. چرا؟ انگیزه تحریک جنگ دیگه در قلوب از واساس شد و دیگه هیچ نمیخواستن با پیغمبر روبروشان مقابله بکنن. از همین خاطر در فتح مکه کمی آوازه چلید، مردم های اینطور حرکت نکردن که ما مقابله میکنیم. هر کس در خانه خود دروازه را بند میکرد یا در حرم میدوید که حالا از پشت کعبه بگیره و به امن شوه. این تاکتیکا و سیاست های چیست بگوی جنگی مؤثری پیغمبر صلی الله علیه وسلم است. از او خاطر پیغمبر علیه السلام در مورد تاکتیکای جنگیش، سیاستش، سیاست نظامیش دانشمندای اروپا سرش کتاب نوشته کرده که کدام شخصیت بوده. هیتلر نام میگیره، الا فلان است فلان است. سیاست جنگی که پیغمبر علیه السلام داشت که تا امروز او چراغ روشن کرده گل نمیشه، در حالت تزاید است. اوی خیلی مهم است که دروازه عدالت باز کرده باشد، نه ای که توسط زور و زبردستی دنیا را نعوذ بالله در یک جای بم اتم پرتو، در دیگه جای قتل دستجمی بکو، در دیگه جای از کروز استعمال کو، در دیگه جای از بی 52 استعمال کو، در دیگه جای از طیاره های چی بی پیلوت. این نمیگه، این خود ظلم است، این خود زیادت است، این خود حق ندادن برای ساکنین امین سرزمین الله است و مردم موقع نمیده که زندگی بکنه. این نمیگه، پیغمبری طور نبوده. و کان الله بما تعملون بصیرا، هست الله تبارک و تعالی به او چیزی که شما انجام داده بصیرا، خب بینا، یعنی نتایج از او را میدانست که شما چی میکنی. از او خاطر الله تبارک و تعالی موقع جنگ مساعد نکرد. هم الذین کفروا، بله الله تبارک و تعالی وگرنه در بین مردم عوامل جنگ مکمل موجود بود، یعنی هیچ عذر مزر یا بهانه یا دلیل مواجه موجود نبود که قطع از جنگ نشوه. باید به هر قیمت که بود قطع از جنگ شوه، لیکن الله نخواسته بود که به این سیستم شوه. الله خواسته بود که به سیستم دیگه. چرا؟ حقانیت دین به مردم واضح شوه، رفت آمد مسلمان و کافر شروع شوه. اما تبلیغات سوی که در مورد پیغمبر و صحابه شده بود اما کمال دروغ ثابت شوه، حقانیت دین واضح شوه. از او خاطر است کاش که ما را که مردم در مسجد ها جای بده که ترجمه قرآن بکنیم بسیار خوب میشه. یقین بکو که یک دفعه ترجمه کنیم انشالله باز مردم بگه میگه بیای امی رقم نماز بخوانیم، امو رقم نماز بخوانیم. باز میگه امی یک نماز خواندیم، ارمان میکنه. خب افسوس است که این مردم میفهم ملا بسیار زیرک است، خب هوشیار هستند، ما را موقع نمیده که اونجا ترجمه کنیم، نمیمانه ما را. خب میفهمند که اگر اینجا اینطور شه باز ما را مردم میکشه از مسجد. از او خاطر قرآن هم اینجا یاد میکنه هم الذین کفروا وصدکم، اهل مکه کسانی بودن که انکار کردن از نظام توحید الله، یک چیستا عامل جنگ. وصدکم عن المسجد الحرام، منع کرده بود شما را از مسجد حرام. و مسجد حرامی که قانونش در پیش خودشان هم قابل احترام بود. خودشان قاتل پدری خود دمی سرزمین پیدا میکرد، تعرض برش نمیکرد. هر کسی قصد حرم کرده بود، مقصد که نشانه حرم آمدن میداشت، مانع نمیشد. از همون خاطر حیوانات بگه یک نشانه را در گردنش منداختن که طرف حرم روان است. حیوان کسی بگه تعرض نمیکرد، هیچ رایش نمیگرفت. خو این مردم حتی به انجام مراسم عمره و اوتر مردم ها را نمانده که از همی سرزمین بودن. الله چی می؟ والهدیه، و منع کرد شما را از مسجد حرام. والهدیه منع کرد همون قربانی هایی که در حرم کشته می شد، معکوفا بند کرده شده، محبوس داشته شده، یبلغ که برسه محله در جای حلال کردنش، دمو او را نگذاشتن. ولولا رجال مؤمنون، لیکن پس پرده چه حکمت ها وجود داره. وقتی این طور گپا موجود بود باید مسلمانات دیگه صلح ملح به هیچ وجه نمیپذیرفتن و جنگ در میدادن. لیکن الله تبارک و تعالی مصلحت ها را پشت سر میدانه که چی مصلحت هاست و کدام مصلحت هاست. یک تعداد مؤمنای مستضعف بود، در مکه مکرمه ایمان آورده بود، اما اظهار نمیتونست از ترس کفار. جنگ در می گرفت، امو مومنای ضعیفم پایمال می شد و هم کشته می شدن. و کی کشته می شد؟ یک دم موقع تبلیغات به مردم داده می شد، زمینه تبلیغات می اثر می شد، می گفتی مردم ها نه تنها که دشمنی ماست، دشمنی خودشان هم است. کسایی که به عقیده خودشان هم است اونا از بین برده رایسته. از او خاطر نفرت خیلی زیاد با مسلمان ها پیدا می شد. الله نخواست که جنگ شوه، صلح شوه. در صلح اینقدر چی بوده؟ خوبی ها مثل که اینجاست.
ولولا رجال، اگر نمی بود مردا مؤمنون که مؤمن بودن و نسان زنا مؤمناتون که مؤمن بودن، لم تعلموهم که شما نمی دانستی از حال از از ایمان آوردن از ان تطعوهم که شما از خوف از که شما واره پایمال کنه، فتصيبكم باز برسه بر شما منهم به سبب قتل نمی مؤمنا معرتون عیب و عار برتان برسه، مردم شما را عیب و عار بزنه، بعد ازی ناگهانی به علم شما واره بکشه، از او خاطر میگه بغیر علم بر شما عار و چی عیب برسه بدون آگاهی. اگری گپ نمی بود الله اجازه قتال میداد، خو ایمانه شد. چرا؟ اگر جنگ میچسبیدی مردمان پایمال میشد، حق تلفی ده حقشان میشد، مردم تبلیغات علیه شما شروع میکرد، کل عیب و عار سر شما میزد. لیدخل الله فی رحمتی، یک وجه خوی بود. دوم وجه لیدخل الله، اجازه قتال نداد الله به خاطر که داخل کنه الله فی رحمتی، در رحمت خود که توفیق ایمان است، من یشاء، کسی را که الله بخواه. اگر جنگ میشد یک مردم کشته میشد، جنگ نشده، در بین امو مردمی که اگر جنگ میشد کشته میشد، حالا چقدر نفرها چیسته صاحب ایمان شدن. لو تزیلوا، از امو خاطر الله میگه لو تزیلوا، اگر یا جدا میشدن مسلمانا قتی کفار یک جان نمی بودن، جدا می شدن، لعذبنا الذین کفروا، الله میگه ما عذاب میدادیم به او کسانی که کافر هستند به دست شما، یعنی به جزای اعمالشان واره مبتلا میکردیم به دست شما که جهاد قتش میکرده یا را خواب کشتن میکرده، عذابا الیما، عذابی دردناک برشان میرساندیم، لیکن از بیم بین رفتن مسلمانا این جنگ ما در ندادیم.